سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ بچه ها، این ویدیو صرفا اینه که چند وقتی کم فعالیت شدم. فعالیت هم خیلی کم داره میشه. خیلی از ویدیوهام محتوای خاصی نداره. بعد کلا یه ذره فعالیت ها رو دارم کم میکنم. یه ذره حالم بده بچه ها. این ویدیو رو گرفتم که باتون حرف بزنم. یه ویدیو لانگ، حالا نمیدونم چند دقیقه میخواد بشه. فهم با 94 نفری که من الان ساب دارن باشون حرف بزنم و خواهش میکنم این ویدیو رو ببینید. جدا میگم خوشحال میشم که ویدیو رو ببینید، لایک کنید، ساب کنید. به من خیلی انرژی میدید. بعد ارزم به خدمتتون که بچه لطفاً بهم ایده بدید. توی کامنت ها بهم ایده بدید که چی کار کنم، چه محتوایی بذارم، چه چیزی بذارم که شما خوشتون بیاد، ویو جذبه، حالا هر چی. بعد بچه میخوام تازگی ها میخوام گیم زدنم رو شروع کنم، توی ویدیو بذارم. میخوام ویدیو بگیرم از گیم زدنم و براتون بذارم، از بازی های آنلاین بیشتر از بازی های آنلاین. نه بازی های شورتس نمیذارم، از بازی شورتس نمیذارم بچه ها. الان خودم دارم تو اون دوربین نگاه میکنم. خدا ای بابا، خودم نگاه میکنم خندم میگیره. میگم این چه قیافه، ببخش، این چه قیافه شخمیه. خودم هم قبول دارم قیافم شخمیه. بعد عرضم به خدمتتون که بچه ها ویدیوهای میخوام از بازی ویدیو براتون بذارم، از بازیایی که میکنم. بازیایی که من بیشتر بازی میکنم گست آف سوشیماست. آنلاین بیشتر اونو بازی میکنم تمام مدت اونجا. از ساعت 12 شب بگیر تا ساعت 1 بعد از ظهر فرداش. خیلی بازی میکنم بچه ها، خیلی بازی میکنم. بعد وقت نمیکنم محتوا براتون بذارم، محتوای خوب براتون پیدا کنم. وقت نمیکنم قشنگ ویدیوهای خوب بگیرم براتون. عرضم به خدمتتون دیگه یه ذره ویدیو چیزه بچه. این ویدیو بدون هیچ ادیتی داره میاد، فقط یه دونه آهنگ پشت صحنشه، یه دونه هم تایمنیل. هیچ ادیتی روش نیست بچه، هیچ ادیتی روش نیست. بعد عرضم به خدمتتون که همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابیاتون نره. حتما این ویدیو رو ببینید، حتما خوشحال میشم که این ویدیو رو ببینید. سعی میکنم محتوای جذابتر، بهتر، ایده های بیشتر. حتما تو کامنت ها بهم بگید چیکار کنم، ایده بهم بدید. بعد خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.